بعد از شنیدن این کیس قول میدم نگاهتون به ژاپن و اتفاقایی که اونجا میفته به کلی عوض میشه. میخوام کیسی رو براتون تعریف کنم که لقب وحشتناکترین کیس تاریخ رو به خودش گرفته و از اون بدتر اینه که هیچ عدالتی توش برقرار نشده. سلام فرشته های من، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. کیس امروز همونطور که تو تایتل دیدید کیس جونکو فروتاست. پرونده جونکو رو بیشتر از یه ماه ازم میخواید کاور کنم، ولی از اونجایی که کیس خیلی وحشتناکه دلم نمیخواست کاورش کنم. امیدوار بودم فراموشش کنید اما نکردید. الان اگه برید کامنت های ویدیوهای یه ماه گذشته رو ببینید، زیر همشون حداقل چند نفر این کیس رو درخواست دادن. پس امروز کاورش میکنیم. فقط قبل از شروع لطفاً هشدار منو جدی بگیرید. این کیس به شدت دلخراش و هرس در بیاره. اگر فکر میکنید تو حال روحی خوبی نیستید، هیچی برای من از حال روحی شما مهمتر نیست، لطفاً این ویدیو رو نگاه نکنید. همین الان ازش خارج شید. قول میدم تو ویدیو بعدی موضوعی انتخاب کنم که برای همه مناسب باشه بتونید ببینید. اما اگر تصمیم گرفتید بمونید و ویدیو رو نگاه کنید، چند تا نفس عمیق بکشید. اگرم گلگاو زبونی چیزی تو خونتون دارید دم کنید، لازمتون میشه. جونکو فروتا 18 ژانویه سال 1971 تو ژاپن به دنیا اومد و همراه پدر و مادر و 2 برادرش تو منطقه میساتو ساتیما زندگی میکرد. بچه وسطیه بود. دوستاش و کسایی که میشناختنش میگفتن جونکو یه دختر خیلی آروم و مهربون بوده، از اینایی که همه دوستش داشتن. با همه سلام علیک داشته، به دوستاش هم خیلی اهمیت میداده. مثلا تو اکیپ خودشون به جونکو میگفتن مادر گروه، چون همیشه بزرگتر از سنش رفتار میکرد. حواسش بوده کی غذا نخورده، کی حالش بده، کی به کمکش نیاز داره بره کمکش. یه شخصیت کاملا کرینگ. ولی این اخلاقای خوبش فقط مختص به دوستاش و اکیپش نبوده. پدر و مادر و معلماش هم ازش خیلی راضی بودن. از اینایی بوده که زندگیشونو خیلی مرتب جلو برنامه‌ریزی میکنن. همیشه تو مدرسه بهترین نمره ها رو میگرفته. بعد از مدرسه هم میرفته توی کارخونه پلاستیک سازی که بتونه برای آیندهش پول جمع کنه. چه آینده‌ای؟ قرار بوده به محض فارغ التحصیلی از مدرسه بره توی مغازه الکترونیکی که بهش قول حقوق خیلی خوب داده بودن استخدام بشه. بعدم پولی که از قبل جمع کرده رو بذاره رو حقوق این کار جدید، بره توکیو خواننده بشه. آرزوش بود از این آیدلای ژاپنی بشه. بچه‌ها این قضیه برای جونکو اصلا دور از ذهن نبود، چون جونکو تو مدرسه یاشیو منامی به خوشگلیش معروف بود. وقتی بچه‌های مدرسه می‌خواستن راجبش صحبت کنن، طرف مقابل نمیشناختش، میگفتن بابا همون دختر خوشگله دیگه. اون طرف هم میگفت آها فهمیدم کیو میگه، ادامه بده. در این حد خوشگل بود. همین خوشگلیش هم باعث شده بود تو مدرسه پسرای زیادی بهش پیشنهاد رابطه بدن، ولی جونکو دلش نمیخواست دوست پسر داشته باشه، چون میخواست همه تمرکزش رو بذاره رو کار و درسش، اون آینده‌ای که برای خودش تصور میکرد و بسازه. یکی از این پسرایی که بهش پیشنهاد دوستی داده بود هیروشی میانو 18 ساله بود. پسری که 1 سال ازش بزرگتر بود و تو مدرسه به عنوان قلدر مدرسه شناخته میشد. برعکس جونکو، هیروشی هیچ آینده درخشانی در انتظارش نبود. همه درساشو میافتاد، بچه‌های مدرسه رو کتک میزد، برای درآوردن خرج زندگیش دزدی میکرد، الکل و مواد مصرف میکرد. رسما انگل اجتماع بود. پدر و مادرش هم این قضیه رو میدونستن. برای اینکه این خشم و عصبانیت تو وجود پسرشون رو کنترل کنن، فرستاده بودنش کلاس جودو که آدمای دیگر رو بزنه خالی شه. ولی نه تنها این خشم خالی نشد، باعث شد کتک زدن رو بهتر یاد بگیره. برگرده خونه با همون فنایی که تو کلاس یاد گرفته مادرش هم کتک بزنه. به جز این تو همون کلاس با چند تا از اعضای یاکوزا آشنا شد. اونا تو این گروه خلافکار عضوش کردن. بچه‌ها یاکوزا الانم تو ژاپن خیلی قدرت داره، ولی تو دهه 80 و 90 دیگه اوج قدرتشون بود. مردم ازشون خیلی میترسیدن. میتونستن تو روز روشن جرم انجام بدن. هیچ کس هم نمیتونست بهشون بگه بالای چشت ابروه. حالا این یاکوزا لولای مختلفی داره که قدرت‌های مختلفی دارن. هیروشی تو پایین ترین لولش بود. یعنی خود اعضای یاکوزا آدم حسابش نمی‌کردن، ولی مردم عادی چون اسم یاکوزا رو یدک می‌کشید ازش می‌ترسیدن. هر کاری بهشون میگفت و انجام میدادن. آرزوش بود در آینده به اون لولای بالاتر برسه، قاچاق مواد مخدر رو از اینجور چیزا انجام بده، ولی فعلا تو لول پایین بود، دزدی و تجاوز انجام میداد. امیدوارم به خاطر
خاطر این حرفی که الان میخوام بزنم طرفدارای ژاپن بهم حمله نکنن، ولی ژاپن پر از آدمای منحرف و متجاوزه. این حرف نظر من نیست، کامن نالجه، یعنی دانش عمومیه، همه میدونن روزانه بیشمار تجاوز تو ژاپن اتفاق میفته. اما اگر برید تو اینترنت سرچ کنید ریت تجاوز سالیانه چقدره، میزنه زیر 1%. چرا؟ چون قوانین ژاپن علیه تجاوز نه تنها بازدارنده نیست، یه جورایی از متجاوز حمایت میکنه. اولا تو 99% مواقع خود قربانی مورد سرزنش قرار میگیره، بهش میگن حتما تو یه کاری کردی که به تجاوز شده. دوما ثابت کردن این جرم مثل 7 خانه رستم میمونه. رسما غیر ممکنه یه دختر بره پیش پلیس بتونه ثابت کنه بهش تجاوز شده. برای همینم 90% قربانیای تجاوز اصلا نمیرن پیش پلیس، چون میدونن نمیتونن ثابت کنن. اونایی هم که میرن پرونده رو به متجاوزشون میبازن، تو سیستم ثبت نمیشه. اما خوشبختانه مردم این قضیه رو میدونن. الان وقتی توریستای خارجی مخصوصا دخترا میخوان برن ژاپن، با خودشون هیدن کامرا دیتکتور میبرن. چرا؟ چون هر جا برن، هتل‌ها، دستشویی‌های عمومی، هر جا خیلی احتمالش زیاده که یکی دوربین مخفی کار گذاشته باشه بخواد لختشون رو ببینه. این دستگاه رو با خودشون میبرن، هر جا خواستن برن که لازم بود لباساشون رو در بیارن، اول همه چراغا رو خاموش میکنن، این دستگاه رو روشن میکنن، با نور قرمزش کل محوطه رو میگردن. اگر جای دوربین کار گذاشته باشن، اونجایی که دوربین هست فلش قرمز میزنه. به جز این همه گوشی‌ها تو ژاپن با صدای شاتر روشن فروخته میشن. یعنی چی؟ یعنی امکان نداره تو ژاپن شما گوشی بخرید بتونید صدای شاترش رو خاموش کنید. بلا استثنا اگر با گوشی‌های تو ژاپن عکس بگیرید صدای شاتر میاد. این کارو کردن برای اینکه مردا تو مکانهای عمومی یواشکی از دخترها عکس میگیرن. اینطوری حداقل از ترس آبروشون این کارو نمیکنن. خب برگردیم سراغ کیس. هیروشی به جونکو پیشنهاد دوستی میده. جونکو بهش میگه نه ببخشید من نمیتونم باهات دوست شم، مؤدبانه پیشنهادش رو رد میکنه. ولی بچه‌ها هیروشی جواب نه نمیتونه بشنوه. تا اون لحظه هرچی از هر کی خواسته بود از ترسش بهش نه نمیگفت. رد شدنش توسط جونکو به غرورش لطمه میزنه. جلوی خودش بهش میگه اوکی اصلا مشکلی نیست، ولی تو دلش میگه من تو رو میخوام، به دستتم میارم، حالا چه دلت بخواد چه دلت نخواد. این حرفش هم برای آروم کردن خودش نبودا، میدونست حتما این کارو میکنه. قبلا هم بارها و بارها با دوستاش به دخترای مختلف تجاوز کرده بودن. یه بارم پلیس به خاطر این کار دستگیرشون کرده بود. اما همونطوری که بهتون گفتم قوانین ژاپن حامی قربانی نیست، آزادشون کرده بودن. چند روز از پیشنهاد هیروشی به جونکو میگذره. هیروشی میره به یه دوست 16 سالش به اسم شینجی میناتو میگه آره من از یه دختر خوشم میومد، بهم پا نداده. با دختری که بهمون پا نداده چیکار میکنیم؟ آفرین، تجاوز. بیا کمکم کن بریم بگیریمش بهش تجاوز کنم. شینجی هم میگه حل داداش، بهم بگو چیکار کنم، همون کارو میکنم. هیروشی میگه دختره هر روز 8:30 شب با دوچرخش از سر کار میره خونه، از فلانجا رد میشه. تو کار خاصی لازم نیست بکنی، فقط برو اونجا وایسا، هلش بده بیفته زمین، همین. اینو در نظر داشته باشید که شینجی داداش دوست دختر قبلی هیروشی بود. به روند پرونده هیچ ربطی نداره، ولی به نظرم جالب اومد بدونی. شینجی میگه اوکی، میره همونجا وای میسته. ساعت 8:30 شب 25 نوامبر 1988 جونکوی 17 ساله با دوچرخش راه میفته به سمت خونه. به اون قسمت از مسیر که میرسه شینجی از پشت بوته ها میپره بیرون، هلش میده، جونکو میفته زمین، خودش فرار میکنه میره. همون لحظه هیروشی از اونور خیابون میدوه سمت جونکو، بهش میگه ای ببین مردم چقدر بیشور شدن، چه کاری بود این کرد؟ جونکو سرشو میاره بالا بهش نگاه میکنه. هیروشی میگه وایسا ببینم تو جونکو فروتا نیستی؟ من هم مدرسه ایتم. هیروشی دختر این وقت شب تو خیابون چی کار میکنی؟ نمیگی خطرناکه؟ بیا ببین چی شد. پاشو من تا خونه میام باهات سلامت برسی خونه. بچه‌ها جونکو هم همون لحظه هیروشی رو شناخته بود، میدونسته که از دانش آموزای مدرسه‌شه، ولی از اونجایی که همیشه سرش تو کار خودش بود نمیدونست چقدر آدم کثیفیه. فکر میکرد واقعا میخواد کمکش کنه، برای همین پیشنهادش رو قبول میکنه، باهاش میره. یکم که راه میرن هیروشی بهش میگه ببخشید دخالت میکنم، ولی این مسیر که انتخاب کردی تا خونه بری خیلی تاریکه، اگر چند تا پسر بیان بریزن سرمون من نمیتونم ازت
دفاع کنم. بیا از مسیری که من میگم بریم، امن‌تره. جونکو میگه باشه، باهاش میرسن به یه انبار متروکه. به محض اینکه میرسن اونجا رفتار هیروشی 180 درجه عوض میشه. ذات واقعیشو نشون میده. بهش میگه من عضو یاکوزام، اگر هر کاری که میگم و انجام ندی میکشمت. جونکو هم که دلش نمیخواست بمیره هر کاری میگه انجام میده. اون شب تو اون انبار هیروشی برای اولین بار به جونکو تجاوز میکنه. بعد از اینکه کارش تموم میشه جونکو انتظار داشت ولش کنه بره، ولی هیروشی میبرتش یه موتل، یه اتاق اونجا میگیره. دوباره دیگه بهش تجاوز میکنه. چند ساعت بعد شینجی، همون پسره که بهش تو دزدیدن جونکو کمک کرده بود، بهش زنگ میزنه. میگه خب تعریف کن ببینم چی شد. هیروشی میگه همه چی عالی بود، خیلی خوب پیش رفت، دست درد نکنه. وسط حرفاشون یکی دیگه از دوستاشون به اسم جو اوگورا که تو اون لحظه پیش شینجی وایساده بود تلفن ازش میگیره. به هیروشی میگه بابا تو چقدر تکخوری، خجالت نمیکشی 3 تا از دوستات بیکار تو پارک وایسادن، خودت رفتی تنهایی داری خوش میگذرونی؟ شنیدم خیلی خوشگله، بیارش اینجا ما هم یه نصیبی ببریم. بیشورا انگار جونکو مثلا غذاست، اون رفته رستوران داره غذا میخوره. انگار نه انگار دارن راجع به یه آدم، یه جرم به این سنگینی حرف میزنن. البته حقم دارن، وقتی بارها این کارو کردن هیچ عواقبی براشون نداشته معلومه بازم میکنن. ساعت 3 نصف شب هیروشی جونکو رو میبره تو پارک پیش اون 3 تا. اونام هر 3 نفرشون عضو یاکوزا بودن. پس چی شد؟ الان هیروشی، شینجی، جو و یه پسر 17 ساله دیگه به اسم واتانابه یاسوشی جونکو رو تو پارک گرفتن، میخوان بهش تجاوز کنن. اول کیفش رو کامل میگردن، توی دفترچه تو کیفش آدرس خونش رو پیدا میکنن، آدرس رو بهش نشون میدن، میگن ببین ما الان میدونیم تو کجا زندگی میکنی، هممونم عضو یاکوزاییم، تو الان دارایی ما محسوب میشی، اگر دختر خوب و حرف گوش کنی باشی میذاریم زنده بمونی، ولی اگر تلاش کنی جلومون مقاومت کنی علاوه بر خودت کل خانوادت هم میکشیم. بچه ها تو اون نقطه خود جونکو ترجیح میداد بمیره، ولی نمیتونست بذاره خانوادش هم بمیرن. مقاومت نمیکنه، پسرا میبرنش خونه شینجی. بعد فکر نکنید مامان باباش خونه نبودن ها. علاوه بر مامان باباش داداشش و خواهرش که میشده دوست دختر قبلیه هیروشی هم اونجا بودن. جونکو رو میبرن تو خونه، به مامان باباش میگن جونکو دوست دختر شینجیه، مستقیم میبرنش تو اتاق شینجی. بعدن تو این کیس گفته شد مامان بابا واقعا فکر میکردن جونکو دوست دختر پسرشونه و چون از پسرشون و دوستاش میترسیدن زیاد سوال پیششون نکردن، باور کردن دوست دخترشه. اما به نظر من این حرف کاملا چرت و پرته. قطعا از همون اول میدونستن قضیه چیه، در ادامه هم میفهمید که چرا این حرفو میزنن. فعلا ولش کنید. اون شب هر 4 نفرشون به جونکو تجاوز میکنن. کارشون که تموم میشه 3 تاشون میرن خونه های خودشون، تصمیم میگیرن فرداش دوباره برگردن خونه شینجی بهش تجاوز کنن، یکم تهدیدش کنن، ولش کنن بره. اما بچه ها پدر و مادر جونکو نگرانش میشن. میدونستن دخترشون از اینایی نیست که بخواد شب و بیرون بمونه، میدونستن مشروب نمیخوره، مواد مصرف نمیکنه، پس امکان نداره حالش بد شده باشه، یه جا افتاده باشه. اگر نیومده خونه حتما اتفاق بد براش افتاده. سری میرن پیش پلیس، گم شدنشو گزارش میدن. علاوه بر اون یه عالمه تراکت با عکسش چاپ میکنن، کل محله رو از عکساش پر میکنن. هیروشی و دوستاش عکس‌ها رو میبینن، میفهمن پلیس درگیر شده، میگن خب برنامه قبلی کنسله، نمیتونیم اجازه بدیم بره چون الان اسمش تو دیتابیس پلیس هست. اگر بره خونه ازش میپرسن کجا بودی و چون همشون قبلا توسط پلیس به خاطر تجاوز دستگیر شده بودن ممکن بود پلیس حرفش رو باور کنه. هیروشی جونکو رو مجبور میکنه 3 بار زنگ بزنه به خانواده‌اش، بهشون بگه حالش خوبه، خودش از خونه فرار کرده، دلش میخواد مستقل بشه و اینکه دیگه دنبالش نگردن. همچنین مجبورش میکنه زنگ بزنه به پلیس، بهشون بگه جاش امنه، تو خطر نیست، تحقیقاتو متوقف کنن. یعنی هیروشی یه کاری کرد خود جونکو شانسش برای نجات پیدا کردن و از بین ببره، خودش شکاری کنه 40 روز آینده رو تو جهنم زندگی کنه. تو اون 40 روز خونه شینجی تبدیل شده بود به یه مقر برای شکنجه و تجاوز به جونکو. علاوه بر اینم که خودشون هر روز بدترین شکنجه ها رو روش پیاده میکردن، از پسرا و مردای دیگه هم پول میگرفتن، میبردنشون خونه شینجی که به جونکو تجاوز کنن. الان راجبه 1 نفر 2 نفر 3 نفر حرف نمیزنم، اما فقط تو یه روز
از 12 نفر برای تجاوز به جونکو پول گرفته بودن. بعد فکر کن این همه آدم میدونستن یه دختر تو اون شرایطه، نه تنها کمکش نکردن، نرفتن پیش پلیس، از این شرایط سوء استفاده میکردن. همه فانتزیای چندشاورشون رو روی دختر اسیر بدبخت پیاده میکردن. واقعا این کیس باعث شد من درک کنم یه سری آدما چقدر ذاته کثیفی دارن. اگر زور و قانون بالا سرشون نباشه رسما هیچی جلودارشون نیست. البته تو روز سوم یعنی 28 نوامبر یکی باعث شد این قضیه به بیرون درس کنه. چی شد؟ هیروشی و شینجی 2 تا دیگه از دوستاشون به اسمای تتسویا و کویچی رو دعوت کرده بودن تو همون اتاقی که جونکو بود. شروع کردن به مست کردن و شکنجه جونکو. بعد از اینکه از مستی زیاد همونجا خوابشون برد، جونکو سعی کرد فرار کنه، ولی هیروشی از خواب بیدار شد. برای اینکه تنبیهش کنه دیگه فکر فرار به سرش نزنه، از سقف این کیسه بوکس آویزونش کرد. 4 تایی با چوب گلف و میله آهنی. انقدر کتکش زدن بیهوش شد. اون شب کویچی فکر کنم 15-16 سالش بیشتر نبود، میره خونه قضیه رو به داداشش میگه. داداشه بعد از اینکه داستانو میشنوه میگه احمق چه غلطی کردی؟ یه دختر رو دزدیدن، چند روز شکنجهش کردن، بعد تو رفتی شریک جرمشون شدی؟ خاک تو سرت. پا میشه میره قضیه رو به مامان باباش میگه. مامان بابا سری زنگ میزنن به پلیس. میگن آره همچین اتفاقی افتاده، ولی پسر ما اصلا دخیل نبوده. دیده که تو خونه شینجی میناتو دارن یه دختر رو شکنجه میدن، از اونجا اومده بیرون، اومده از ما خواسته که به پلیس اطلاع بدیم برید نجاتش بدید. پلیس هم میگه باشه مرسی که خبر دادید، ما میریم اونجا چک کنیم ببینیم این حرف درسته یا نه. 2 ساعت بعد میرن جلوی خونه شینجی، مامان بابای در رو باز میکنن. پلیسا میگن به ما خبر دادن که تو خونه شما یه دختر داره شکنجه میشه. باباش میگه چی؟ دختر؟ نه پسر من اصلا حق نداره دختر بیاره تو خونه، من همچین اجازه‌ای بهش نمیدم. اگر حرفمو باور نمیکنید خودتون بیاید تو خونه ببینید. پلیس هم میگه نه نمیخواد. اگر چیزی برای قایم کردن داشتید بهمون نمیگفتید بیاید تو، که حالا که گفتید پس دارید راست میگید دیگه. حرفای یه شاهد از دختری که 3 روز پیش اسمش تو لیست مفقودیا بود و به هیچ جاشون نگرفتن از اونجا رفتن. اگر اون روز پلیس میرفت تو خونه قطعاً جونکو الان زنده بود. بچه‌ها شکنجه هایی که رو جونکو انجام دادن خیلی وحشتناکه. نه من دلم میخواد همشون رو بهتون بگم، نه قوانین یوتیوب اجازه میده. پس همینطوری تیتروار بهشون اشاره میکنم. اول اینکه هیچ آب و غذایی بهش نمیدادن، فقط هر از گاهی یکم شیر بهش میدادن که زنده بمونه. به عنوان آبم مجبورش میکردن ادرار خودش رو بخوره. بعدن معلوم شد انقدر تو این مدت کم آبی کشیده بوده مغزش کوچیک شده بوده. بعضی وقتا همون یه ذره شیرم بهش نمیدادن، مجبورش میکردن سوسکای زنده تو اتاق شینجی رو بخوره. اواخر این 40 روز انقدر این دختر گرسنه و تشنه بود دیگه اصلا ادرار و مدفون نداشت. این از تغذیه‌اش، پوششش. تو کل این مدت مجبورش کرده بودن لخت رو زمین بخوابه. بعضی شبا مینداختنش تو بالکن، مجبور میشد تا صبح تو سرمای زمستون همونجا بمونه. واقعا نمیشه تصور کرد یه دختر گرسنه و تشنه و شکنجه شده چطوری کاملا برهنه شب و تو زمستون سرد به صبح میرسونده. البته قطعا سرمای شب و به کتکا و تجاوزای در طول روز ترجیح میداده، چون هر روز این کیسه بوکس از سقف آویزونش میکردن، انقدر کتکش میزدن کل بینی و دهنشو خون پر میکرده، نمیتونسته نفس بکشه. به جز این میخوابوندنش رو زمین، از بالا دمبلا و وزنه های سنگین مینداختن رو شکمش. انقدرم این کارو تکرار کرده بودن خونریزی داخلی کرده بود. همون یه ذره شیری هم که بهش میدادن و بالا می آورد. سیگاراشونو رو بدنش خاموش میکردن، فندک میگرفتن رو پوستش، سوزن فرو میکردن تو بدنش و شاید باورتون نشه با این اوصاف، با وجود وضع وحشتناکی که بدن جونکو داشت، همچنان یه سری آدم پول میدادن بهش تجاوز کنن. آخه مگه میشه یه آدمو تو اون وضع خونی و سوخته ببینی بازم برات جذابیت جنسی داشته باشه؟ واقعا حیف کلمه حیوان که برای این آدمو به کار گرفته بشه. حیونا این کارو نمیکنن. میگن فقط تو هفته اول بالای 100 بار به جونکو تجاوز شده بود. تو روز 9 به این نتیجه رسید که دیگه هیچی از این بدتر نیست. حتی اگر خودش و خانواده‌شان بکشن
بازم از این بدتر نمیشه. تمام توانش رو جمع کرد، آروم آروم رفت تو پذیرایی، تلفن رو برداشت، زنگ زد به پلیس. ولی همون لحظه هیروشی از خواب بیدار شد. قبل از اینکه بتونه صحبت کنه تلفن رو قطع کرد. اون شب برای اینکه یه درسی بهش داده باشه که دیگه از این غلطا نکنه، رو کل پاهای جونکو تینر ریخت، پاهاشو آتیش زد. جونکو از درد زیاد تشنج کرد، ولی هیروشی فکر کرد داره ادا در میاره. برای تنبیه تشنجش دستاش هم آتیش زد. از این نقطه به بعد جونکو مدام بهشون التماس میکرد بکشنش، ولی پسرا بهش به چشم یه سرگرمی نگاه میکردن. دلشون نمیخواست بکشنش. در ضمن میشه که به من بگه چطوری ممکنه پدر و مادر شینجی در جریان نباشن تو خونشون چه اتفاقی داره میافته؟ دروغی که به پلیس گفته بودن رو بذارید کنار. دختر تو خونشون بود، گفتن نیست. اینو بذارید کنار. چطوری ممکنه نشنیده باشن این همه جیغ و داد جونکو رو؟ اینم بذارید کنار. نمیگن چرا پسر ما یه دختر رو زندانی کرده تو اتاق، هر روز این همه مرد غریبه میان تو اتاقش بعد از یه مدت میرن. به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونه منو قانع کنه که مامان بابا نمیدونستن. به هیچ عنوان. تو روز 20 سیگارت روشن گذاشتن تو هر دوتا گوشش، سیگارتا ترکیدن، پرده گوشش پاره شد. وقتی دیگه صداش میکردن درست نمیشنید صداشونو. از این نشنیدنش عصبانی شدن. تو دهنش و جاهای دیگه‌ش هم سیگارت گذاشتن. تو روز 26 یکیشون سر جونکو رو از موهاش محکم گرفت، چسبون به زمین. بقیه‌شون جفا میپریدن رو صورتش. دماغش، هر دوتا گونش، فکش و پیشونیش شکست، اما بازم زنده موند. تو روز 30 دیگه هیچی ازش نمونده بود. انقدر زخماش و جای سوختگیش عفونت کرده بود، با اینکه هنوز نمرده بود بدنش داشت پوسیده میشد. بوی گوشت فاسد گرفته بود. بالاخره به خاطر این بوی بد جذابیت جنسیشو براشون از دست داد. دیگه خودشون باهاش رابطه برقرار نکردن، ولی همچنان به شکنجه و تجاوز بهش با وسایل مختلف ادامه دادن. اون روز نشستن دور هم، گفتن خب دیگه که با این نمیشه رابطه داشت، اینه یه تیکه گوشت فاسد میمونه، بیاید بریم یه دختر دیگر رو بدزدیم، بهش تجاوز کنیم. جونکو هم این بغل مغل هست، هر موقع دلمون خواست شکنجش میکنیم. میرن بیرون، یه دختر 19 ساله دیگر رو که اونم داشته از سر کار برمیگشته پیدا میکنن، میگیرنش، بهش تجاوز میکنن. ولی این دختر رو مثل جونکو بر نمیگردونن خونه. همونجا تهدیدش میکنن که اگر به کسی چیزی بگیم میکشیمت. دخترم میگه باشه، ولش میکنن بره. چند روز دیگه هم میگذره، میشه 4 ژانویه سال 1989. اون روز مثل همیشه جونکو بهشون التماس میکنه که بکشنش و در کمال تعجب یکیشون میگه اوکی، ولی یه شرط داره، باید با همون ماهجونگ بازی کنی، اگر بردی میکشیمت. ماهجونگ یه بازی 4 نفره خیلی سخت و فکریه، بردنش کار هر کسی نیست. شروع میکنن به بازی کردن. جونکو با اون حال بدش بازی رو میبره. پسران به جای اینکه به قولشون عمل کنن راحت بکشنش، از اینکه حتی تو اون حال از اینا باهوشتر عصبانی میشن، انقدر میزننش بیهوش میشه. این داستانیه که تو اکثر سایت‌های انگلیسی زبانی که کیسو کاور کردن گذاشته شده، اما واقعیت چیز دیگه ایه. 4 ژانویه جونکو حتی نمیتونسته حرف بزنه، چه برسه به بازی کردن و بردن. در اصل اون شب پسرا میرن یه مهمونی، سر بازی ماهجونگ قمار میکنن، همه پولاشون رو میبازن. با عصبانیت از اون باخت برمیگردن خونه، حرسشون رو سر جونکو خالی میکنن، انقدر میزننش جونکو میمیره. ولی اینا فکر میکنن مثل 40 روز گذشته دوباره از درد بیهوش شده، ولش میکنن میرن. اینم باید بدونید قبل از اینکه جونکو بمیره شروع میکنه به خونریزی کردن شدید. پسرا به جای اینکه دست نگه دارن دیگه نزننش، برای اینکه دستاشون کثیف نشه دور دستاشون پلاستیک میپیچن، با اون پلاستیک میزننش. فردای قتل جونکو داداش کوچیکه شینجی، اگر یادتون باشه داداشش و خواهرش هم تو همون خونه زندگی میکردن. داداش کوچیکه میره تو اتاق شینجی که به جونکو سر بزنه، میبینه مرده. سری زنگ میزنه به شینجی، میگه بیا خونه این مرده. هر 4 تا پسر برمیگردن خونه. برای اینکه کارشون لو نره جسد جونکو رو میپیچن لای یه پتو رو میچپونن توی کیف مسافرتی، کیفو میبرن وسط یه ناکجا آباد، میذارنش توی بشکه یعنی رو جسد جونکو سیمان میریزن که هیچ وقت پیدا نشه. قاعدتا هیچ وقت هم نباید پیدا میشد، چون هیچ کس نمیدونست جونکو مرده. همه فکر میکردن خودش فرار کرده. اما خوشبختانه 3 هفته بعد یه اتفاق خوب افتاد.
تنها اتفاق خوب این کیس. اون دختر 19 ساله‌ای که تو روز 30 شکنجه جونکو بهش تجاوز کرده بودن و یادتونه؟ 23 ژانویه 1989 دختره با اصرار مادرش رفت پیش پلیس از هیروشی و جو به خاطر تجاوز بهش شکایت کرد. پلیس هم رفت هر دوشون رو دستگیر کرد. حالا چرا این بار برعکس قربانیای دیگه پلیس قضیه تجاوز رو جدی گرفت؟ چون دقیقاً چند روز قبلش جسد یه خانومه با پسر 17 سالش دقیقاً تو همون نقطه‌ای که دختره ادعا می‌کرد بهش تجاوز شده پیدا شده بود. پلیسا داشتن کیس اون مادر پسره رو بررسی می‌کردن. احتمال دادن که شاید این دوتا پرونده به هم ربط داشته باشن. چیکار کردن؟ هیروشی و جو رو گذاشتن تو دوتا اتاق بازجویی جدا از هم. یکی از پلیسا رفت پیش هیروشی بهش یه دستی زد. گفت دوستت اعتراف کرده تو اون زنه رو کشتی. هیروشی هم بدون اینکه بپرسه کدوم زنه رو میگی گفت غلط کرده گفته من کشتم. هممون با هم جونکو رو کشتیم. پلیس از شنیدن این حرف شوکه شد. جونکو دیگه کیه؟ ولی برای خودش نیاورد. گفت آره جونکو رو میگیم. اگه راست میگی از زبون خودت قضیه رو تعریف کن، ما تصمیم میگیریم کی داره درست میگه. هیروشی هم از سیر تا پیاز همه چی رو براشون تعریف کرد. آخرش هم بهشون گفت جسد جونکو کجاست. پلیسا رفتن بشکه سیمان رو پیدا کردن، شکوندنش، ولی جسد انقدر له شده بود قابل شناسایی نبود. فرستادنش آزمایشگاه. از رو اثر انگشتش فهمیدن بله جونکو فروتاست. دختری که بارها و بارها شانس اینو داشتن که نجاتش بدن ولی این کارو نکردن. تو آزمایش‌های پزشکی قانونی همچنین معلوم شد همه انگشتای جونکو، کشکک‌های زانوش و همچنین چند تا از دنده‌هاش قبل از مرگ شکسته بوده. پلکای چشمشو بریده بودن، اندامای جنسیشو بریده بودن و علاوه بر همه اینا معلوم شد باردار بوده. پلیسا هیروشی، شینجی، جو و واتانابه یعنی همون 4 نفر اصلی رو دستگیر کردن. خبر این اتفاق عین بمب تو ژاپن ترکید. ولی چون هر 4 نفرشون زمان انجام قتل 18 و زیر 18 سالشون بوده، قاضی تشخیص داد که هویتاشون نباید پابلیک بشه، چون به هر حال اینا هم حق زندگی دارن. اگه پس فردا آزاد شدن مردم به چش قاتل بهشون نگاه کردن چی؟ حالا یه دختر 17 ساله رو 40 روز شکنجه کردن کشتن. نباید به خاطر همچین جرم کوچیکی آبروشون بره که زشته. خوشبختانه فقط سیستم قضایی این فکر رو میکرد. مردم خیلی عصبانی بودن، دلشون میخواست بدونن این هیولاها کیان. برای همینم چند تا خبرنگار از یه روزنامه خیلی مطرح، فکر کنم اسمش شوکونبوشنه، گفتن اشکالی نداره، هر اتفاقی میخواد برای روزنامه‌مون بیفته مهم نیست. عکس‌ها و اسمشون رو گیر آوردن، بزرگ چاپش کردن صفحه اول روزنامه‌شون. زیرش هم نوشتن با بلاهایی که اینا سر جونکو فروتا آوردن لیاقت ندارن قوانین حقوق بشر براشون رعایت شه. روزنامه‌نگارا جریمه شدن به خاطر این کار، ولی فداکاریشون باعث شد داستان جونکو رو جهان بشنوه. اینجا یه پرانتز باز کنم. من از این قانون که برای قتل عمد زیر 18 ساله ها رو به عنوان نوجوان محاکمه میکنن متنفرم. کاری به قتل غیر عمد و دزدی و جرمای دیگه ندارم، ولی قتل عمد اونم اینقدر فجیع فقط از آدمای خیلی پست و کثیف برمیاد. حالا شما تصور کنید کسایی که تو بچگی و نوجوانیشون، یعنی زمانی که آدما تو پاکترین و معصومترین حالتشون قرار دارن، همچین کاری میکنن، بزرگ شدن دیگه میخوان چی بشن؟ یعنی چی که چون سنش کمه مسئول نیست؟ بیخود کرده مسئول نیست. فقط اینا بشرن؟ جونکو و خانوادش بشر نیستن؟ حقوق ندارن؟ حمایت از چند تا قاتل که هر بلایی دلشون میخواسته سر یه دختر 17 ساله آوردن یعنی چی واقعا؟ خب حالا بیایید ببینیم حکماشون چی شد. تو جولای سال 1990 هیروشی که میشده رهبر گروه، اون شروع کننده همه چی بوده، به خاطر آسیب منجر به مرگ به جونکو، حکمو ببینید فقط، آسیب منجر به مرگ، نه تجاوز، نه شکنجه، نه قتل، آسیب منجر به مرگ، به 17 سال حبس محکوم شد. تازه از این حکمش راضی نبود، رفت دادگاه، گفت حکمی که براش بریدن برای جرمی که انجام داده خیلی سنگینه، بی‌عدالتیه، بعد حکمشو کمتر کنن.
دادگاه هم حکمش رو عوض کرد، به جای 17 سال بهش 20 سال حبس داد. علاوه بر این دادگاه خانواده هیروشی رو محکوم کرد که برای جبران خسارت جرم پسرشون باید به خانواده جونکو $425,000 پول بدن. اونا هم خونه‌شون رو فروختن، بهشون پول دادن. شینجی همون پسره که خونه‌ش رو در اختیار این کار قرار داده بود، تو همه شکنجه‌ام دخیل بود، چون زمان قتل فقط 16 سالش بود، 4 تا 6 سال حبس گرفت. شینجی هم رفت دادگاه اعتراض زد، گفت حکمش رو باید کمتر کنن. دادگاه هم زحمت کشید، حکم رو بیشتر کرد، بهش 5 تا 9 سال حبس دادن. خانواده جونکو از پدر و مادر شینجی شکایت کردن، گفتن جونکو 40 روز تو خونه اینا داشته شکنجه می شده، اینا به پلیس دروغ گفتن، پس تو جرم دخیلن. ولی دادگاه گفت نه، بین هیچ ربطی نداره، هیچ جرمی براشون در نظر نگرفت. واتانابه یاسوشی اولش 3 تا 6 سال حبس گرفت، ولی بعد از اعتراض حکمش به 5 تا 7 سال تغییر کرد. جو اوگورا هم اصلا حبس نگرفت، فقط 8 سال رفت کانون اصلاح و تربیت. هیچ کدوم از این مجرما هیچ وقت ابراز پشیمونی نکردن. تازه جو تو کل این 8 سال به بقیه پوز میداد، میگفت من به یکی تجاوز کردم، کشتمش، از زیرش در رفتم. بچه‌ها تو کالبوچکافی معلوم شد تو این 40 روز بیشتر از 500 بار توسط بیشتر از 100 نفر به جونکو تجاوز شده. هویت بعضیاشون هم معلوم بود، اما حتی یه نفر دیگه هم در ارتباط با این جرم نرفت زندان. هیروشی تو سال 2009 یعنی تو سن 39 سالگیش از زندان آزاد شد. اسمش رو عوض کرد، گذاشت هیروشی یوکویاما. داره برای خودش آزاد و خوشحال میچرخه. تنها فرقی که زندگیش با گذشته کرده اینه که الان بیشتر مورد احترام یاکوزاست. البته تو سال 2013 یه بار دیگه هم به خاطر کلاهبرداری دستگیر شد، ولی به خاطر کمبود مدارک آزادش کردن. شینجی تو 23 سالگی آزاد شد، اسمش رو عوض کرد، گذاشت میناتو نوبوهارا. الان حتی این جرم تو سابقش هم نیست، مثل یک کسی که هیچ وقت همچین کاری نکرده داره به زندگیش ادامه میده. واتانابه کلا 5 سال از حبسشو گذروند، بعدش آزاد شد. یکی از حامیاش سرپرستی و خرج زندگیشو به عهده گرفت. نمیدونم میدونید یا نه، ولی تو ژاپن وقتی قاتلا خیلی معروف میشن براشون فن کلاب درست میشه. یه سری آدم دور هم جمع میشن، ازشون حمایت میکنن. تو این کیس هم یکی از فنای این قاتلا سرپرستی واتانابه رو به عهده گرفت. الان با اینکه یه مرد 30 خورده ساله است، تو خونه میخوره میخوابه، یکی خرجشو میده. جو تو سن 26 سالگیش از کانون اومد بیرون، اسمش رو عوض کرد، گذاشت جو کامساکو. ازدواج کرد، بچه دار شد، ولی تو سال 2004 دوباره افتاد زندان. چرا؟ چون فکر میکرد زنش داره با یه مرده بهش خیانت میکنه. رفت مرده رو پیدا کرد، با یه میله آهنی کتکش زد، بعدم انداختتش تو صندوق عقب ماشینش، بردتش تو بار مامانش، اونجا هم 4 ساعت کتکش زد، بعدم گلوشو با یه چاقو برید. مرد زنده موند، جو افتاد زندان. الانم نمیدونم داره چیکار میکنه، هرچی سرچ کردم چیزی پیدا نکردم. 12 اپریل 1989 خانواده و دوستای جونکو براش مراسم خاکسپاری گرفتن. مدرسه بهش دیپلم افتخاری داد. دوستاشم با لباس فارغ التحصیلی تو خاکسپاری شرکت کردن که بتونن با هم فارغ التحصیل شن. اون مغازه الکتریکی رو یادتونه که قرار بود جونکو بعد از فارغ التحصیلیش بره اونجا کار کنه؟ یه لباس فرم با اسم جونکو براش درست کردن، دادن به مامان باباش، اونا هم لباس رو با جسدش دفن کردن. دوست صمیمیش تو خاک سپاریش گفت فکر نمی‌کردم دفعه بعدی که ببینمت تو این شرایط باشه. دیگه کسی شکنجت نمی‌کنه، دیگه درد نمی‌کشی. در آرامش بخوابی رفیق. چند روز بعد از خاک سپاریش مامان جو میره سنگ قبر جونکو رو میشکونه. وقتی ازش میپرسن چرا این کارو کردی، میگه چون این دختر فاحشه زندگی پسرشو و دوستای پسرشو خراب کرده. چطوری واقعا روش شد این حرفو بزنه؟ چطوری الان همه این آدما زندان نیستن؟ دیگه دلم نمیخواد کیسای ژاپنی رو کاور کنم. میزانی که من سر این پرونده هرس خوردم قابل توصیف نیست. به هر حال خدا رو شکر به آخر این ویدیو رسیدیم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. نظراتون رو حتما با هم در میون بذارید. البته دقیقاً میدونم دارید به چی فکر میکنید، ولی خب بازم بگید. تو ویدیو بعدی میبینمتون.